امروز آمدیم به یکی از آیسکریم خانه های مشهور در ولایت بلخ شهر مزار شریف به نام آیسکریم خانه سلاطین. طرف ما سایل هم نمیکنه. خب حالا فعلا دو ماشین هست اینجا؟ بله دو ماشین است، سه تم داره دیگه فعلا. واقعا فضای آرامش است، فضای پاک است، فضای تمیز است و جای فامیلی خواب. بالاخره از کار آمده اینجا جای هم تفریح گفتم هم دیگه. ما سلاشای ما که از سنیچ خالص استفاده میکنیم. هم مالته و آلو دمی گرمی بسیار مردم مصرف میکنن دیگه. متفاوت وجود داره. انرژی را هم انداختن، ببینیم که بعد از انرژی چی انداخته میشه. خب امیر جان، بعد از انرژی را که انداختن شما سلام و درود خدمت تمام شما بیننده های خوب شبکه صدای افغان. امیدوار هستم هر گوشه از دنیا که هستین جور و صحتمند و سر حال باشین. قسمی که شما با تصویر میبینین امروز آمدیم به یکی از آیسکریم خانه های مشهور در ولایت بلخ شهر مزار شریف به نام آیسکریم خانه سلاطین که خوشبختانه تازه به فعالیت آغاز کرده و انواع آیسکریم و جوس در این آیسکریم خانه موجود است. بیشتر از زبان خود مسئولین ای آیسکریم خانه میشنویم که چند نوع جوس دارن و چند نوع آیسکریم دارن. قسمی که برای ما شما معلوم است در تمام شهر اگر بگردی آیسکریم خانه هم است، جوس خانه هم است و یگان جایی که از دیگه چیزای خاص داره. یکی طعمش خاص است و دیگه جاهایی که کسای مهمانایی که اینجا میای پذیرایی میشه و بسیار یک جای خاص داره. اینا داخل میریم و فعلا هم یکی از مسئولینش با خود داریم، ازشان پرسان میکنیم که یا آیسکریم خانه از اینا چی ویژگی هایی داره و قسمی که شما میبینید تمام گرسنه‌هاشون نام خدا یک رقم لباس پوشیدن. یگانه ویژگیشان فعلا خمی لباس ها و نظمشان است. ببینیم که یا آیسکریم خانه دیگه چی ویژگی ها داره. خب از کسی پرسان میکنیم، سوالات می داشته باشیم که دیگه آیسکریم خانه مسئول است. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم، خوش آمدین. قدم رنجه فرمودین. دیگه اسمم سید زبی‌الله است، مسئول آیسکریم خانه سلاطین. سلامت باشین. خب یکم ذره پیشتر بیاین خواهی که تمام پرسنلتان هم همه با تصویر بیاین. مایده ما خودت شروع میکنیم و از اینجا میریم داخل ببینیم که چی ها را در آیسکریم خانه تان شما دارن. خب از این برای ما بگن که چقدر وقت میشه که آیسکریم خانه شما با فعالیت آغاز کنه؟ فعلا مدت یک ماه میشه که ما آغاز کردیم کار خود دیگه. انشالله کم تا دیگه خود ما کم برابر میکنیم. فعلا چیزایی که موجود داریم دیگه میتونیم به تصویر ما شما بریم ببینیم. نام خدا در مدت یک ماه دوستان عزیز، چند دقیقه پیش که من اینجا بودم خیلی مشتری‌ها هم در اینجا آمد و بسیار علاقه‌مندایی که از دورترین جاها بودن اینجا با موتر آمدن و اینجا آیسکریم نوش جان کردن. ببینیم که چی ویژگی ها داره آیسکریم از این آیسکریم خانه که در قدر وقت کم و قدر نام خدا رشد کرده. خب برای ما از این بگن که چند نوع آیسکریم شما در اینجا دارین؟ آیسکریم ها خود طعمش مختلف است. مثال میوه‌ای است از ما دیگه، هم است آلو بالوس، کیله است، همراه چاکلیت. این آیسکریم خو شنیدیم جوس چند نوع است؟ جوس دیگه انواع مختلف داره. بالاتر از 10 رقم جوس داریم ما. میوه تازه است دیگه. سلش داریم، دو طعم است، آلو همراه مالته دیگه. قهوه داریم، قهوه سرد گرم است دیگه. بغلاوه است و دیگه چیزایش هم کم فعال میشن ان شاء الله. سلامت باشین. خب دوستان عزیز، این چیزایی را که این دوست ما نام گرفتن قدر نمیتونیم که با یک روز و در یک برنامه برای شما به معرفی بگیریم، اما یک چیز خاص از اینجا برای شما به معرفی میبینیم. یکی هم از جوس و یکی هم قهوه و آیسکریم. خب میریم در داخل ببینیم که چیزایی که اینا گفتن حقیقت داره یا نه. داخل برنامه ما رو ببینید باش. خب دوستان از قسمی که شما میبینید ما پالی یکی از کوچکترین مشتریای از این آیسکریم خانه قرار داریم. ببینیم که
آیس کریم چند خریده. سلام، خوب هستی؟ نامت چی است؟ گپ بزن دیگه، نشرب. آیس کریم تا برای ما میتی؟ نه نمیتی؟ بایسکل تا چند خریدی؟ 130 روپه. آیس کریم چند خریدی؟ این سر روی تا دار بده که ما ببینیم آیس کریم تا او چقدر سه رنگ است نه؟ آیس کریم تا برای ما میتی؟ نه نمیتی؟ خب بایسکل تا خیبو برام کده خود گرفته؟ نه. خب اینجا آیس کریم خوردن اومدی، آیس کریمش مزه میته یا نه؟ مزه میته؟ برای ما آیس کریم میخری؟ نه. خب کودکستان میری؟ نه. چرا نمیری؟ خیلی آیس کریم تا برای ما بده، یک چند لیز دیم؟ نه. خب دوستای عزیز یکا سخت بوده که آیس کریم هم برای ما نمیته. خیلی محترک تا میتی؟ نه. خب کده پدرت می روز آیس کریم خوردن در اینجا؟ مزه داده؟ خب خب دوستای عزیزی دوست کوچک ما که هست آیس کریم بسیار برای شیرینی که نه آیس کریم خودم میته و نه محترک خدا برای ما میته. تا آخر برنامه بیننده باشین، ما رو میریم در داخل آیس کریم خانه ببینیم که چی های دیگه موجود است. خب دوستای عزیز ما فعلا قریب در داخل این آیس کریم خانه قرار داریم و همراه سادات صاحب میریم ببینیم که چیزهایی که پیشتر برای ما شما گفتن اون چیزا موجود است یا نه. سادات صاحب فعلا ما شما در کجا میریم؟ فعلا دیگه از امسر ماشین آیس کریم شروع میکنیم، یک تا کلش شما بچش میبینید. خب و طرز تهیه همه چیزش براتون ما به تصویر میکشیم. سلامت باشین. سادات صاحب از این برای ما بگین، ما آیس کریم زیاد خوردیم و دوستان زیاد خوردن. آیس کریم شما چی ویژگی هایی داره که فعلا شما را جور کردن؟ از ما که است ما از طعم و رنگ استفاده نمیکنیم، کلش از میوه تازه استفاده میکنیم. آلوز، ام است، کیله است، دیگه چاکلیت است، کلش از طعم خالص خود میوه استفاده میکنیم. نه دوستا، یگانه ویژگی آیس کریمه که از طعم اصلی استفاده میکنن، یعنی که از خود میوه استفاده میکنن دیگه. خب چند نفر مصروف آیس کریم جور کردن دارن؟ بخش آیس کریم ما 4 نفر پرسنل داره. دیگه باز دیگه شاگردات تعدادشون 12 نفر است که دیگه بخش مصرف میباشن. خیلی میریم میبینیم که آیس کریم چه قسم آماده میشه. دوستای عزیز بریم ببینیم که کسایی که اینجا آیس کریم آماده میکنن چه قسم آماده میشه و کدام طعم ها را فعلا اینا موجود دارن. شما یک ذره استر ببینید که دوستان ببینن آیس کریم جور کردن. فکر کنم که مسئول آیس کریم جور کردن این دوست ما است. جان است که نام خدا دیگه هیچ حرف نداره، آیس کریم که میسازه برام. حافظ جان هم نام خدا قصرش بیروبار است که هیچ طرف ما سایل هم نمیکنه. خب حالا فعلا 2 ماشین است اینجا؟ بله 2 ماشین است، 3 طعم داره دیگه فعلا. بر فعلا حالا طعم هایی که فعلا در داخل ماشین است کدام طعم ها است؟ طعم کیله است، آلو بالوس، همراه چاکلیت. کیله، آلو بالو و چاکلیت. خود از اینا کجاست اصلیش؟ اصلیش هم موجود است دیگه، میوه تازه کلش شما میتونید در تصویر ببینید. خب اصلیش هم موجود است. اینا دوستا حتما به تصویر شما میبینین. ببینیم که دوست ما بیکار شوه که همراه ما گپ بزنه، یک قسم قار وری روی شی طرف است. نه یکم دستشان بند میباشه دیگه. جان خدا کارشان هیچ حرف نداره. خدا کنه که اجازه فامیلی داشته باشه که همراه ما گپ بزنه. ببینیم که چه وقت حافظ جان بیکار میشه و یا آیس کریم برای ما شما به معرفی میگیره که چه قسم آماده میشه. سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم محترم، خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ سلامت باشین. فکر کنم که حافظ جان خودتان است. عتیق الله. عتیق الله. عتیق الله جان خودت از این برای ما بگو که آیس کریم چه قسم آماده میکنی؟ قسمی که دوست ما سادات صاحب گفتن آیس کریم از طعم میوه اصلی آماده میشه، حقیقت داره؟ بله کسایی که مثلا اینجا ذائقه‌اش اصلا دیده باشن، ما آیس کریم ها مثلا انواع زیاد داره. خیلی جایا یکی کیفیت مهم است، نظافت مهم است، یکی اخلاق، رویه با مشتری ها. بهترین چیز در کار اینمی است. شکر فضل خدا تقریبا 1 ماه میشه که ما فعال کردیم، مشتری های بسیار زیادی داشتیم. از آیس کریم ما حرف نداره. میتونن که ما بسیاری از دیگه آیس کریم خانه ما اومدن، یکی ما میوه اصلی کار میکنیم، شیر طبیعی استفاده میکنیم، از هر نگاهش
بسیار کیفیت خوب داره. خب ایره شما خود تعریف کردین. بله. دوستان چطور بفهمه که همی حقیقت داره یا نه؟ حقیقت فعلا شما موجود هستین، شما ذائقه‌اش ببینین، خودتان از نگاه در دیگر جایا شما ذائقه‌اش دیدین، بهترین که یک آزمایش بکنین بخیر. خب دوستا اگر گپ ما از اینا را باور ندارن باز یک دفعه در رستوران در آیسکریم خانه سلاطین بیان نوشجان بکنن. بله. اگر خوششان آمد باز دیگه نبیاین. خوش میان هر وقت که میین. سلامت باشین. حالا فعلا این دو ماشین کدام طعم ها را در داخلش داره؟ این ماشین ما فعلا ام داره، آلوی گلاس داریم، طبیعی، ام طبیعی، چاکلت بسیار با ذائقه عالی، بسیار کیفیت مناسب خوبیش. دیگه هر روز تغییرات است. کاکائو خالص داریم، کیله خالص کار میکنیم. فعلا دیگه برای دو ماشین داریم، کمبود ماشین هم داریم، چرا که مشتری‌ها فرمایشاتشان بسیار زیاد است. برای فعلا همین سه چیز آماده شکر داریم. سلامت باشین. دوستای عزیز، حالا اگر فعلا عتیق جان آیسکریم بکشه آب میشه تا ما برنامه را ثبت نکنیم بیخ از بین میره و در آخر برنامه میبینیم که چی نوع آیسکریم یک نوع دیزاین هم داره. بله بله. ضمن از اینکه طعم داره، مزه داره، یک نوع دیزاین داره. بله. از این دیزاین هم خودت بلد هستی باز؟ بله بله. من تجربه کاری تقریبا 4.5 سال اینجا دارم، یک 4.5 سال خارج از افغانستان دارم. 4.5 سال ترکیه کار کردیم. بسیار با سیستم بالا، دیزاین بالا. بله بله. خب دوستای عزیز، دیزاینش هم میبینیم، طعمش هم میبینیم و نوآوری عتیق جان هم میبینیم که چه قسم آیسکریم برای ما شما آماده میسازه. اینا میبینیم بعد از این قضاوت میکنیم دیگه. بله. سلامت باشین. خب فکر کنم که آیسکریم بخشش خلاص شد. اینا حتما میبینیم. دوستا را برای شواهد دادیم. اینا نفهمیدم که سادات صاحب ای چی هست؟ این ماشین سلش است دیگه. ما سلش های ما که از سنیچ خالص استفاده میکنیم. هم مالتا و آلو دمی گرمی بسیار مردم مصرف میکنن دیگه. این طعمش است یا ای که خودش است؟ نه خیر خودش است. طعم گفتن مرا بخیر یک قسم در این وقت میگه دیگه خود فعلا سنیش موجود است، یخچال از این استفاده میکنیم. خب یعنی که این جوسرش است که کسی که بخواد که هر طعم بخواد شما دارن بیری بله میوه شده. بله. خب این هم بخش عتیق جان میشه دیگه اینا و آیسکریم مربوط از اینا میشه. بله. سادات صاحب بازی برای ما بگوین که دو بخش خلاص شد. کدام بخش دیگه مونده که ما شما تا حالا ندیدیم؟ یک بخش جوس مونده، همراه بخش قهوه. یک بارم بخیر میریم میبینیم و تصویر میگیریم. چیزی را که من زیاد دوست دارم و بخش مانده. خب دوستای عزیز میریم ببینیم که چه قسم جوس آماده میشه و چه قسم قهوه. حتما خلیفه که در اونجا کار میکنه اینا هم نوآوریش یاد داره که چه قسم بکشن. دیگه میریم خیلی میبینیم بخش جوس و قهوه را. کسی که مسئول جوس و قهوه هست اینا تجربهشون از داخل افغانستان است یا اینا مثل دوست دیگه ما از خارج تجربه داره؟ نه خیر نه، امیر جان دوست ماست دیگه در بخش جوس و قهوه هستن دیگه. مسلکشون همی از 2 سال در ترکیه کار کردن، 4 سال هم در ایران باریستا هستن دیگه. خب نام خدا اینجا کسایی که اینجا کار میکنه کارمندایشون هم تجربه حتی خارج از کشور داره دیگه. کسی که خارج از کشور کار کرده باشه حتما چیز را یاد داره که ما شما تا حالا ندیدیم دیگه. خب آشنا میشیم با کسی که اینجا مسئول جوس است و مسئول قهوه هست. ببینیم که این خلیفه ما مثل از دیگه وری همون نوآوری ها و کارهای خاص یاد داره. سلام، خوب هستین؟ سلام برادر، وقتتون بخیر. جور سلامت باشین. میشه خود یک معرفی بکنید؟ نام امیر است، از ولایت کابل است. امیر؟ آه امیر جان خودت چقدر وقت میشه که مصروف جوس و قهوه و این کارها هستی؟ من در کل 5 سال هستم. تجربه از خارج هستی از اینجا؟ 4 سال ایران کار کردم، 1 سال اینجا. نام خدا. کسی که در خارج کار کرده باشه حتما چیزایی را جور میکنه که ما شما طالب بسیاری دوستای ما که در افغانستان است ندیده. ببینیم که اینا هم همون چیز امروز برای ما شما آماده میسازه یا نه. خب امیر جان برای ما بگن که کدام چیزا رو برای ما امروز آماده میسازن و آمادگی دارن؟ فعلا یک تا نوشیدنی سر جور میکنیم، انرژیک بری. نوشیدنی سر اول نامش برای ما بگین باز جور بگین. انرژیک بری. انرژی کوکتل خارجی است. انرژی چی؟ انرژیک بری. انرژیک بری. ما نامش نمیفهمیم، تمامش خدا جایش بند. خب ببینیم که چه قسم آماده میشه. امیر جان برای ما آماده میسازه.
پالوی امیرجان قرار داریم ببینیم که امروز برای ما شما چی نوع یک جوس آماده میسازید. امیرجان درباره از این جوستان بگو، نام خدا چند چیزایی رو که اینجا تیار کردی، چه قسم آماده میشه و چی هست نامش؟ قربان بخیر باش بدر. این نوشیدنی ما به نام کوکتل خارجی است، انرژیک بیری. دیگه ترکیبایش حال شروع میکنیم، از انرژی شروع میشه. اگر کسایی که افغانی باشه ما وری نفرا اینجا و نام زیر چطور بفهمه که چه قسم یک چیز برای ما جور بکنه؟ چیزی نیست، آسان است که از روی کتلاگ دیگه مجبوریم. آ جانا. شروع کنیم خیلی چه قسم آماده میشه. اول چی است؟ اول سیروب است، سیروب بلاکاراسا. خب بفرمایید. اینا ببینیم که چی است. نام زیر چی گفتن؟ سیروب بلاکاراسا. سیروبش از چیزی را که امیر جان میفهمه ما نمیفهمیم دیگه. خودتان با تصویر میبینید که چه قسم آماده میشه. یک پشت سر از یخ انداختن، ببینیم که بعد از یخ چی انداخته میشه، کدام طعم دیگه انداخته میشه. قسمی که میوه را ما میبینیم نام خدا یک چیز خیلی مزه‌دار جور میشه عزیز. اینجا خود اطمینان دارم. بعد از چی است؟ انرژی. بفرمایید پرتن. این دوستای عزیز یاد بگیرین، کسایی که علاقمند است میتونه که در خانم اگر جور بکنه، امیر جان براش جور کرده است، یاد بگیره در خانم. فکر نکنم که در یک دفعه دو دفعه یادم بگیره. قسمی که میبینیم خیلی چیزای اینجا متفاوت وجود داره. انرژی را هم انداختن، ببینیم که بعد از انرژی چی انداخته میشه. خب امیر جان بعد از انرژی را که انداختن شما، بعد از این کدام میوه دیگه موست؟ دیگه خلاص از چیزی نیست. خب لیمو است. مهم است که چه قسم دیزاین انداخته میشه و چه قسم کسایی که را دوست داره علاقمندش است چقدر خوش داره و ببینیم که دیزاینش چه رقم است. تا آخر برنامه ما رو ببینید باشید. خب دوستان عزیز، قسمی که دیدین امیر جان برای ما شما جوس آماده کرد، نام خدا بسیار یک جوس مقبول بود. تا حالا طعمش نچشیدیم، ببینیم که طعمش چطور است. امیر جان بعد از جوس ما شما چی را آماده میسازیم؟ بعد از جوس بیادر یک تا آیس موکا جور میکنیم، مربوط قهوه. آیس موکا یعنی قهوه است دیگه. آ جان. قهوه. ببینیم که قهوه امیر صاحب، امیر گفتن نام کن؟ آی فرا میگن. امیر صاحب امی قهوه را که جور میکنه، قهوه هم چند نوع قهوه است. شما کدام قهوه استفاده میکنید؟ از ما عربیکاست. خب ایره ساده جور میکنن یا گلدار؟ ایره ساده جور میکنن. چرا گلدار؟ گلدار وش لطه میشه، او گرم است. خب قهوه هم از خود طریقه داره. ما خود دوستای از نمیفهمیم، رنگش که دیدیم، استایلش که دیدیم، مجبور میگم این خوبیش هست. ببینیم که قهوه چه قسم آماده میشه. تا آخر برنامه ما رو ببینید. خب دوستای عزیز، قسمی که شما دیدین امیر جان از اردوش برای ما جور کرد، هم قهوه را جور کرد و هم جوسه. نام خدا استایلشان خیلی مقبول است. ببینیم که همه از اینا چه قسم است. چیزی که اینا گفتن همون چیز میبره یا نه. امیر جان ایره چند سال میشه که خودت کار کردی تا ایره یاد گرفتی؟ 4 سال. کلا 4 سال میشه اونجا یاد گرفتم. فکر نکنم که کسی هر کسی یادم داشته باشه دیگه. هیچ چیزی نیست، آسان است، ساده است. نه آسان هم اگه باشه از خود یک تکنیک یک هنر داره. تکنیک داره 100%. همین ما ایره خودش تا حالا ندیده بودم. خب تمش چی که بونه که تمش کسایی که در این جمعه فرمایش میته برای خودت، اگر از 1 گلاس تا 100 گلاس هم فرمایش بده، اگر خودت آماده هستی که برش کنی. آ جان در خدمت است. مرج خک بخوام. سلامت باشه. خب دوستای عزیز میریم ببینیم که یا آیس کریم خانه دیگه کدام بخشا را داره. تا آخر برنامه ما رو ببینید باشه. خب دوستای عزیز، قسمی که پیشتر شما دیدین طعم‌های مختلف هم از جوس و هم از آیس کریم و قهوه و حالا آمدیم همراه سادات صاحب. نمی‌فهمیدیم تا کی آمدیم که اینجا چی هست. سادات صاحب درباره از این معلومات بتن که نام خدا چقدر مقبول است و اینجا جای چی است؟ اینجا بخش فامیلی است دیگه. برای کسایی که اینجا فامیلی هستن میتونن که آزادانه شب و روز بیان با فامیلای خود بدون کدام ترسی. بله، ما از ساعت 8 بجه به فعالیت آغاز میکنیم تا 12 بجه شب در خدمت مشتری هموطنان خود هستیم. خب نام خدا قسمی که میبینیم اینجا خیلی چوکیا و میز و کل چیز یک رقم ست شده. چطور از مشتریایتان در روزا؟ نام خدا ما خود مدت کم میشه که به فعالیت آغاز کردیم دیگه. نام خدا خوب است، مردم جلب توجه شده، بسیار مشتریات روز به روز افزایش می‌یابد. خب گفتنیتان برای کسایی که فامیلی هستن و کسایی که میاین اینجا چی گفتنی دارن کسایی که خودت میبینن؟ دیگه بیاین، خوش میاین،
ما میزبانداریشان رو میکنیم دیگه خوش میاد. سلامت باشن. خب گنجایش چقدر نفر اینجا داره که شما ازشان پذیرایی بکن؟ بخش فامیلی ما 120 نفر گنجایش داره. خب 120 نفر میتونن که تا 12 شب بیان اینجا از این چیزایی که پیشتر ما شما به معرفی گیریم نوش جان بود. بله میتونن یگان محافل خوشی خود مثال سالگرد دارن، یگان تجلیل بعضی چیزای فامیلی می باشه میتونن ما در خدمت هستیم. اینا دوستای عزیز بر سالگیره هم اینجا جای داره اینا که میتونن که تجلیل بکنن. نام خدا قسمی که میبینیم خیلی مقبول هم است و هیچ کمی نداره این آیس کریم خانه است اینا. خب سادات صاحب این بخش بود که بخش فامیلی، تو کدام بخش دیگه هم مونده که ما شما ندیده باشیم؟ فعلا خب دیگه بخشای ما زیر کار است. بخش شورما، دونر، پیزا است دیگه قریب فعالیت آغاز میکنیم. نه دوستای عزیز، کسایی که علاقمند شورما و پیزا و انواع مختلف طعم‌های غذا هستند میتونن که اینجا بیاین، از اونام چند روز بعد بخیر دیگه با فعالیت آغاز میکنه. خب دوستای عزیز میریم در بالا ببینیم که برای حقایان چه قسم یک جای جور شده. تا آخر برنامه ما رو ببینید. خب دوستان عزیز، قسمت که شما با تصویر میبینین دو جوانه که اینجا آمده، ببینیم که از کجا آمده و چی نوش جان میکنه، از کجا هستن. سلام، خوب هستین؟ سلام، خسته نباشین. خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشین. اسمتان چی است و از کجا آمدین اینجا؟ اسمم صدیق الله حبیبی است، باشنده شهر مزار شریف از کارت آریانا. سلامت باشین. حبیبی صاحب از این برای ما بگن که چطور در این آیس کریم خانه آمدین و این آیس کریم را که شما نوش جان میکنن طعمش چطور است؟ واقعا طعمش حرف نداره، چون که من همیشه شب میم و دیگه واقعا یک شب که نبیم فکر میکنم یک چیز کم بود احساس میکنم و همیشه میم. ما مشتری همیشه هست. کیف از این دیگه در سر خودت میمونه باز که اگر نبینی. در مزار واقع بی‌نظیر است. از عقد نگذره. تنها که طعمش خوب است و مزهش خوب است و برای کسایی که در این منطقه زندگی میکنه و در کارت آریانا و در این منطقه برای اونها خیلی یک سهولت است. کسای جوانایی که یگان وقت دق میاره بیکار میمونه میگه اینجا هم از طعمشان استفاده بکنه و اسکریم و جوس و هم یک چیز جایی هست که یک فضای هست که آرامش برشان. واقعا فضای آرامش است، فضای پاک است، فضای تمیز است و جای فامیلی. خب بالاخره از کارآمده اینجا جای هم تفریح گفتم هم دیگه رفیق داشته باشم دیگه تفریح دیگه خود چی دیگه. اگر خودت برای خودت میمون بیا از دیگه ولایت‌ها اینجا میاریش؟ واقعا میارم چون میمون هستم و اینجا ورده میشم. خب اینجا یک دوست دیگه من فکر کنم که اینا میمون از این هستن. این میمونتان از کجا آمده؟ از ولایت پنجشیر. از پنجشیر آمده. خب ببینیم دوستای عزیز که در پنجشیر هم تو آیس کریم هست یا نه که تنها در مزار ماست. سلام. سلام، خوب هستین؟ خیریت است. سلامت باشین. اسمت چی است؟ منیب عزیزی هستم. عزیزی صاحب از این گپ دین که شما امشب مهمان از این هستند دیگه. بله مهمان صدیق جان هستیم. شما قسمی که اینا گفتن در پنجشیر زندگی میکنن، در پنجشیر هم تو آیس کریمای مزه‌دار مزار است یا نه؟ والا نه، طعم اینجا یک طعم خاص است. ما گرچه در کابل در دیگه جاها آیس کریم خوردیم لیکن اینجا یک طعم خاص است و همون چیزایی که استفاده میکنن میوه طبیعی است، طعم واقعی است، طعم خالص میوه تازه است. سلامت باشین. از این گفتن که خودتون آمدن میمونی یا همراه فامیل آمدن؟ نه خیر، نه من خودم تنها آمدم. اگر فامیل هم ببینه که شما تو شیره خانه و جان میکنن حتما اونا هم یک دفعه میایم مزار. بله این یک چیزی است که معمولا همگی میخره. خب خانم‌ها زیادتر شوقی و علاقه‌مند است. چی کنیم که راه نداره؟ اگر خودت برای خودت تحفه میداد میبری تحفه مزاری. قربانت بخیر باشه ان شاء الله. نصیب بود باز میایم. یک جای خوب است، یک فضای مناسب داره ان شاء الله. باز دیگه فرصت‌ها بخیر از این نعمت مستفید میشه. سلامت باشین. خب دوستان عزیز، کسایی بود که مشتریای از این آیس کریم خانه قسمی که اینا گفتن مزهش، اما تا حال ما نچشیدیم. راستی سخن ببینیم که چطور است طعم و مزهش. تا آخر برنامه ما رو ببینید باشید. خب دوستان عزیز، قسمی که شما با تصویر میبینین چیزهایی که در این آیس کریم خانه موجود بود و
چندین نوش طالب برای ما شما وقت نداشتیم، وقت برنامه کم بود، ما نتونستیم که به تصویر بکشیم و خوشبختانه که چند نوشی که اینجا هست اینا را بیشتر به معرفی گرفتن، اما تمامش نچشیدیم که چطور است مزهش و کیفیتش چطور است. از اینا را معرفی میشیم ببینیم که کدام نوع طعم‌ها در اینجا موجود است. سادات صاحب برای ما بگن که اینا نامایشان چی است و کدام طعم‌ها است. فعلا خب شما آیس کریم، جوس، کافی، اما بغلاوه چیزایی که ما اینجا سرویس میکنیم بر دوستان دیگه موجود است که آیس کریم میکس است، سلش مالته است، سلش آلو است، جوس 4 میکس است، آیس کافی است، مویتو است، امروز انرژی بریک. سلامت باشین. از این برای ما بگن که خودت علاقمند کدامش هستی؟ من خب علاقمند آیس کافی هستم. آیس کافیش کدام است؟ یس. خب آیس کافی یعنی قهوه سرد است دیگه. کافی سرد است بله. فعلا هوا خیلی گرم است دیگه، میتونیم که از آیس کافی استفاده کنیم بخاطر از اینکه گرمی زیادتر تاثیر نکنه. سلامت باشن. سادات صاحب در آخر برنامه قرار داریم اینا را خب من حتما طعمش میچشم و برای بیننده ها مگر حقیقت میگم، اگر مزه‌دار هم بود حقیقت میگم و قسمی که ما شما میبینیم نام خدا همش از قوارش که معلوم میشه مزه‌دار است و ببینیم که چطور قضاوت ما میکنم امروز دیگه که ببینیم که چطور است. اول از آیس کریمش نوشیجان میکنیم. شما هم نوشیجان کنید که با ما شما قضاوت کنیم. این طعم چاکلیت است. این هم توت زمینی است و ایش هم اما دوستو اگر آیس کریم از یه هست اما میوهش هم تازهش هم موجود است، تا نه که تنها آیس کریمش باشه و میوهش نباشه. خب دوستان عزیز فعلا ما آیس کریم مزهش چشیدیم، نام خدا چیز قسمی که سادات صاحب گفتن از او هم که زیاد مزه‌دار بود. حقیقت اگر بگن ما دروغ نمیگم. ببینیم که این چی هست نامش؟ سلش آلو است. سلش آلو. سلش آلو بله. سلش آلو رو هم ببینیم که طعمش چطوره. نام خدا خیلی مزه‌دار است. اما دوستان عزیز نه که کسایی که ما رو ببینن البته رشوت خورده است و دروغ گفته است، اما کسایی که ما رو میبینن امیال میتونن که در اینجا رستوران آیس کریم خانه سلطنت سلاطین من اینجا بیاین یک دفعه بیاین نزدیک طعم و چیزایی که در اینجا وجود داره اینا را نزدیک بچشن ببینن که چطور است. خب سادات صاحب قسمی که پیشتر خودت گفتی این نامش چی گفتن؟ مویتو. این را شما دوست دارین اول اینو شما بچشن. خب دوستان عزیز چند نوع اینجا آیس کریم، جوس و سلش وجود داره. ببینیم که طعمشون چطور است. نام خدا طعم خیلی لذیذ و خیلی خوشمزه داره. تا آخر برنامه ما رو بیننده باشین. بریم بعد از اینکه طعمش چشیدیم با قضاوت میکنیم. خب دوستان عزیز قسمی که شما اما برنامه را متوجه بودین و دیدین با تصویر کشیدیم ما اینجا انواع جوس بود و انواع قهوه بود، آیس کریم بود و سلش بود. این آیس کریم خانه در نظر داره که در آینده نزدیک چندین نوع غذا و چندین نوع ویتامین های دیگر هم در اینجا بیاره و اضافه کنه خدمت کسایی که اینجا مشتریاشون است و اینجا میان و خوشبختانه بگیم که در این منطقه کسایی که اینجا میان خیلی خوش هستن و راضی هستن که چنین آیس کریم خانه در منطقهشان جور شده. در آخر سادات صاحب اگر کدام پیام و گفتنی داشته باشین کمری ما به خدمت کدام پیام خاص ندارم. تشکر از اینکه قدم را اینجا فرمودین آمدین. بسیار زیاد تشکر. خیلی خوشحال شدیم ما در خدمت هستیم. سلامت باشین. خب دوستان عزیز این بود برنامه امروز ما که از آیس کریم خانه سلطنت تقدیم شما شد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیرم همه شما رو به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. همیشه موفق باشین. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.